بهتر میشد برای اینکه همون شخصانی کسبی علاقه در اونجا حفظ میکردن وطن که بچهای یاش تو میرن تو تیار میشن تو وای بچهای یاش تو قدم زنی را 3 و 4 ماهشون میتونن که اینجا فکر شخصی ما در باره پول و دخل ندارم مقصد حفظ وطن حفظ و در دستی وای کسبی میشن مدام کسبی برای پولش فهمیدن را که چند خمیتن زورمون برسه میتیم نرسه مجبور خدمت کنم چقدر باشه شما میتونه دادن که نگاه میکنین که چه وضعیت چی که خدمت وطن بکنه 2 سال و گردن بلند بیاد در تمام جا کار قبولش کنن این خوب نیسته به فکر من خوبش خدمت کنه 2 سال خدمت بود کنه به سری بلند بیاید بود خدمتی میترسن که به جای خدمت اون کار دیگه کنه اونجا این همه گپی مردمه هیچ گپ نیست خدا رو شکر من 3 تا پسر دارم خدمت کردم شکر خدا اومدیم به سری بلند کار میکنن این جای یگان نه دروغ نه فریب نه یگان جای چی دولت باشه دیگه این درست است چون که در ازبکستان میگویند همه خیلات در ما این خیلی نیست همین اگر جالب شود حقیقتا نقل میشد لیکن عملی شود همه گپ با عملی شدن است این نامش به میبرن عمل اگر بگیرید با همون کار پیشینه پول خودی همون ویای و این کمر میگیرند و همه باید آزاد میکنند اکنون وای چیز وابسته شرایط وابسته شرایط زندگی هست آدمی که میخواند فقط وقتی خدمت کنی نداره پول داشته باشه پولش میسپره دولت بعد دیگر کس خدمت میکنه کدام که نداره خدمت میکنه یعنی همیشه ما طرفدار همین قانون هست یا نه ما طرفدار هم نیستم ویام نیستم لیکن آینده خودش معلوم میشه ده همون پولش میسپره کل بودجت دولت میره این خدمت نمیره میخوند با یکون کار دیگر میکند ما با یاردم مدد میشه البته قانون درست است مثلا چی فایده میبرد یکمش با فکر من یک ارتش قوی به وجود میاد ارتش پروفسیونالی در تاجیکستان هم باید که همین چیز رو اندازی شود برای خدمت یک قرض هر یک مرد است مردان تاجیکستان وای ما خدمت نکردیم ما خدمت کردیم ما در خدمت آلمان خدمت کردیم اومدگیم اما خدمت کردن این هر یک گویا فرد در کردن هر یک مردی همین فرزندای تاجیکستان